دیم. از پایین اسلاید اگه نگاه کنید یک گرگی رو شما می‌بینید. این تقسیم بندی که زیست شناسا انجام دادن برای اینکه جانوران رو از همدیگه تفکیک کنن بدین نحو هستش که به 7 قسمت اصلی تقسیم میکنن. در قسمت پایین ترین در واقع قسمت گونه هستش. گونه اون موجودی هستش که ما الان باهاش برخورد داریم. گونه انسان، گونه مثلا میمون، گونه سگ، گونه گرگ. اینجا گونه گرگ رو می‌بینید. یک رده بالاتر که میریم تقسیم بندی ها کلی تر میشه، یعنی هر چی به سمت بالا حرکت میکنیم تقسیم بندی ها کلی تر است. به سمت پایین که میایم به جزئیات بیشتری دقت میشه. میبینیم که اون گرگ از سرده در واقع گرگسانان هستش. باز یه رده که میریم بالاتر وارد تیره میشیم. این گرگ از تیره سکسانان هست. یه رده بالاتر وارد راسته میشیم. این گونه گرگ از این سرده از تیره سکسانان و از راسته گوشخواران هست. دوباره میریم بالاتر وارد پستانداران میشیم، طنابداران و جانوران. حالا مثلا غیر جانوران ما فرمانرو گیاهان رو هم داریم. یا ببینید که شاخه مثلا اینجا شاخه طنابداران. پس چی؟ این گرگی که ما داریم میبینیم، این گونه گرگ از این سرده، از این تیره، از این راسته، از این رده، از این شاخه، از این فرمانرو هست. شما فرمانرو رو یک درخت زخیمی در واقع در نظر بگیرید که هرچی میاد بالا شاخ و برگ پیدا میکنه. این شاخه ها هی کوچیک و کوچیک‌تر میشن و هی جزئیات که بیشتر میشه ببینید که تعداد جانورانی که تو اون رده‌بندی ها قرار میگیرن کمتر و کمتر میشن تا به یک گونه که ما الان باش برخورد داریم میرسن. فکر میکنم از تصویر دیگه واضح هست، نیازی به توضیح بیشتر در این باره نیستش. خب هر قدر تو این سطوح رده‌بندی که تو اسلاید قبلی دیدیم به سطوح پایین تر بیایم به گروه هایی میرسیم که همانندیشون با همدیگه بیشتر هستش. یعنی توی یک تیره، توی یک مثلا راسته هماهنگی بین اعضای اون در واقع تقسیم بندی بیشتر از اعضای رده و شاخه هستش که از تقسیم بندی کلی تری برخوردارن. با توجه به دو تا سطح آخر رده بندی یعنی سرده و گونه، زیست شناسان یک روش علمی رو برای نامگذاری موجودات زنده ابداع کردن. به این شکل هستش که کلمه اول مشخص کننده سرده و کلمه دوم مشخص کننده گونه هستش. مثلا ما انسان ها از سرده هوموها و از گونه ساپینس هستیم. به همون میگن هومو ساپینس. پس هومو ساپینس یعنی از سرده هوموها و از گونه ساپینس ها. ساپینس خب یک موجود مشخص است، اما هوموها به موجودات مختلفی تقسیم میشن که حالا در ادامه بهش میرسیم. در فصول پیش گفتیم که منکران تکامل برای اینکه مردم مقلد خودشون رو تحت تاثیر قرار بدن دائم میگن که معتقدان نظریه تکامل میگن که شما از نسل میمونید. ببینید انسان از انسان‌وارهایی که امروز برای ما شناخته شدن یا از اورانگوتان یا شامپانزه تکامل پیدا نکرده. در واقع میلیون ها سال پیش گونه‌های مختلفی از انسان‌واره‌های کنونی که الان می‌بینید از انسان جدا شدن. اورانگوتان در یک زمان خیلی دورتری حدود همونجوری که در عکس می‌بینید حدود بین 12 تا 16 میلیون سال پیش از شامپانزه جدا شده. یا گوریل حدود 6 الی 8 میلیون سال پیش از این شاخه جدا شده، این شاخه اصلی جدا شده و بعد حدود 4 الی 6 میلیون سال پیش سرده یا گونه هومو ساپینس در واقع جدا میشه. البته در واقع سرده هوموها جدا میشه که بعد تبدیل میشه به گونه هومو ساپینس ازش بیرون میاد و در زمانهای بعدتر از اون میبینیم که بونوبوها و شامپانزه ها از این درخت اصلی جدا میشن. پس همونطور که میبینید ما در حدود 12 الی 16 میلیون سال پیش یک ریشه مشترک داشتیم، ولی این ریشه ما مال 16 میلیون سال پیشه، نه اینکه شما میمون‌های یا گوریل‌هایی که امروز می‌بینید از ما از اونها به وجود اومده باشیم. و این فریبی هستش که متاسفانه یا دروغی هستش که متاسفانه منتقدان تکامل دارن بهش پافشاری میکنن، در صورتی که
کسی که فقط یک بار متون دانشمندان تکاملی رو خونده باشه متوجه میشه که قضیه اصلا به این نحوی که اونا میگن نیستش و این عکس به خوبی نشون میده که ما ریشه مشترکی داریم ولی در حدود 12 الی 16 میلیون سال قبل. و یه نکته دیگه هم بگم این که ممکنه در فیلم هایی که مثلا دانشمندان تکاملی درست کردن و حالا مثلا اینا که دوبله میشه به فارسی شما ببینید که بعضی جاها از اجداد ما به عنوان میمون ها نام میبرن. این در واقع میمون هایی که دارن میگن منظورشون اون سرده و اون در واقع تیره میمون سالان هست، نه اینکه گمان کنید که منظور همین میمون هایی هستن که امروز ما داریم میبینیم. این در واقع حالا در اصطلاح کلامی که استفاده میکنم ممکن از لفظ میمون ها استفاده کنم، در واقع موجوداتی که شبیه میمون ها ما محسوبشون میکنیم، ولی منظور میمون های امروزی نیست، منظور همین در واقع گونه هایی هستن که در میلیون ها سال پیش یا سرده هایی که میلیون سال پیش از ما جدا شدن و هر کدوم به مسیر تکاملی خودشون حرکت کردن. دلایلی که دانشمندان زیست‌شناسی تکاملی در مورد درخت تکاملی انسانواره ها بهش استناد میکنن عبارت است از غیر از حالا یافته‌های ژنتیکی، عبارت است از یک سری سنگواره ها و فسیل هایی که از این انسان های قبل از ما در واقع گونه انسانواره های قبل از ما به دست اومده و مشخص کرده که قبل از ما گونه‌های مختلفی روی زمین اومدن از همون شاخه تکاملی ما. یکی از مهمترین دلایلی که در مورد این گونه‌های مختلف از بین رفتن میتونیم مثل نیاندرتال‌ها مسئله حجم مغز این بعضی از سنگواره‌ها مقایسه حجم مغزشون با همدیگه نشون میده که با گذشت زمان حجم مغز به شدت افزایش کنیایی که یعنی دربارشون در طی صحبت خواهیم کرد شاید 2 میلیون سال یا حتی کمتر ما می‌بینیم که حالا به حدودش 2 میلیون سال می‌بینیم که حجم مغز تقریباً حدود 3 برابر میشه، یعنی از حدود 400 سانتی متر مکعب میاد به حدود 1200 خورده سانتی متر مکعب که الان حجم مغز ما رو تشکیل میده. البته بین حجم مغز مرد و زن یک تفاوت اندکی وجود داره. خب این تفاوت، این رشد ناگهانی که ما داریم در حجم مغز می‌بینیم به شدت تاثیرگذار است در این روند تکامل. توی این نمودار اگه دقت کنیم می‌بینیم که از حدود 4 میلیون سال پیش استرالوپیتکوسا به 2 تا شاخه اصلی تقسیم میشن. یه شاخه میان به 3 تا گونه رو اینجا ما می‌بینیم، بویسی‌ها، آفریکانوس‌ها و روبوستوس‌ها که اینها به تدریج منقرض میشن. می‌بینید